امروز 4 سبستیشن یا برشناکوتی که پروژه بانک جهانی بوده و باید در همان وقت تکمیل می شد، متاسفانه که با آمدن امارت اسلامی افغانستان جامعه جهانی، آنهایی که دعوی حقوق بشر داشتند، آنهایی که دعوی داشتند که بشریت را از سیستم ها و از سازمان ها و از مفکوره های سیاسی را جدا نگاه کنیم، اما امروز بعد از آمدن یک نظام اسلامی همه سیستم های بشری و غیر بشری را در اجندای سیاسی خود داخل کردند که لله الحمد امارت اسلامی هم برشان پریشان ننشسته، بلکه میورد کوشش میکنند که سعی میکنند که همان پروژه هایی که نیم و نیم کله بر ما به میراث مانده آنها را ما تکمیل نماییم. که امروز شاهد همچو پروژه هایی هستیم که پروژه کلان 4 سبستیشن که قبلا کارهایشان آغاز شده بود و نیمه کاره مانده بود که در حالت تخریب و ضایع شدن بوده، شرکت برشنای امارت اسلامی افغانستان به سعی توان خود که بیشتر از 2 میلیون دلار در این 4 سبستیشن ما سرمایه گذاری میکنیم و اینها را تکمیل میکنیم ان شاء الله، که به اساس این 4 سبستیشن به 40,000 خانواده ما برق داده میتونیم. ولله الحمد یک مژده خیلی خوبی است به مردم شریف این 4 ولسوالی ها. ناگفته نماند که به اساس تکمیل شدن این 4 سبستیشن پروژه های بزرگی که تحت خطر قرار داشتند و به قیمت 23 میلیون دلار سر آنها سرمایه گذاری شده بودند، آنها هم احیا می گردند.